موش 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 گربه قصمون کوش موش 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 گربه قصمون کوش میرزا نباشی دلخور داره میاد بهادر موش داره این مغازه با قصه های تازه میرزا نباشی دلخور داره میاد بهادر موش داره این مغازه با قصه های تازه. چی شده؟ چی کار میکنی؟ رئیس این صدای چی بود؟ درست نمیدونم، هر چی بود شیشه رو شکست و پرت شد اون گوشه. کمک بیدار شین، آهای موشا بیدار شین. چی شده؟ چرا سر و صدا رو انداختین؟ بدبخت شدیم. از امشب سایه شوم میافته رو زندگی همه ما موشا. دیگه خاک بر سر شدیم رفت. درست حرف بزنید بدونم چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ یه زغدی افتاد تو مغازه میرزا. شانس آوردیم زخمی بود وگرنه هر دومون یه لقمه چپ میکرد. خطرناک بودن یه حرفشون بودن یه حرف دیگه است. اما اسایی همه میدونن جغد یه موجود شومه. اونم یه موجوده مثل همه موجودات دیگه. یعنی میخوای بگه اون شوم نیست بدبختی نمیاره؟ این آدما هستن که برای ما حیوونا این حرفا رو در میارن. اما به هر حال جغد دشمن ماست چون شبا موشا رو شکار میکنه. اگه زخمیه همگی باید کمکش کنیم. آره دلم میخواد میرزا بیاد پوستشو بکنه. تو هم مثل آدما فکر نکن که حیوونا رو شکار میکنن و تو پوستشون کاه میکنن و میذارن تو خونشون برای خوشگلی. این یه ظلم بزرگ در حق همه ما حیواناست. تا جغد به دست میرزا نیفتاده باید کمکش کنی. اما اگه بلند شد یه لقممون کرد چی ها؟ مگه خودتون نگفتی بی حال افتاده؟ اول میبندیمش که خطری برای ما نداشته باشه بعدم کمکش میکنیم. بیای دیگه تکون نمیخوره. ببین بهتره یکم بریم جلوتر ببینیم چه کاری از دستمون براش برمیاد. بریم. باید زودتر براش یه کاری بکنیم داره درد میکشه. نازی نازی چه اتفاقی افتاده؟ اینجا کجاست؟ تو کی هستی هان؟ اینجا چی کار میکنی؟ من و جوجه هم روی درخت زندگی میکنیم. برای چی اومدی اینجا تو مغازه میرزا هان؟ زود باش بگو ببینم ها. برای پیدا کردن غذا به هر طرف پرواز میکردم که خوردم به شیشه. وقتی حرف از معرفت و شرف بی خیال همه چیز. ما هم میریم برات غذا پیدا کنیم بیاریم تو همینجا بمون باشه؟ باشه منم همینجا قایم میشم. ای بابا باز که همه چی به هم خورده چجوری شدی؟ یعنی کسی اومدی تو مغازه؟ وای که باز خواهی شد فگردم بینم چیه مشکوکم دیگه نمیتونم باد بگردم نمیشه بله عجیبه یعنی کار کی میتونه باشه؟ یه چیز خورده به شیشه و شکسته و افتاده توی مغازه. اینا رو که
که بخوری زود حالت خوب میشه، نگران نباش. فقط امیدوارم به چنگ میرزا نیفتی. آی. نگاه کن تمام شیشه ها رو خورد کرده رو زمین. ها؟ این دیگه چیه؟ معلومه که پرنده شیشه رو ندیده با خورده به شیشه. پس باید هنوز تو مغازه باشه. باید بگردم بره خیلی جای قایم شده. دیر که نیست. تا بیم سراغ یکی. ممکنه بارواش. نخیر اینجوری. اینو سنگی های داد بیجات گرفتش. حالا چی کار کنیم؟ چیه میرزا اینجا چی شده؟ چه خبره ها؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چرا این شکلی شده؟ یه جغد گرفتم شیشه رو شکسته و اومده تو مغازه. شانس آوردی میرزا، این دشمن موشاست، همه رو میخوره. آره اینقدر گرسنه نگرش میدارم که مجبور شه شبا موشا رو شکار بکنه. البته اگه از شیشه شکسته فرار نکنه باید مواظب باشی میرزا. اونجا رو میپوشونم پاشم میبندم که نتونه فرار بکنه. ببینین اینطور که پیداست و بهادر تعریف کرد دیگه از این به بعد نمیشه رفت تو مغازه میرزا. باید مواظب باشیم. اوضاع خیته میفهمین؟ آره پامون به مغازه میرزا برسه جغده از گرسنگی یه لقممون میکنه. آخه اون جو فکر بچه هاشه، پس خودش هم راضی نیست اینجا موندگار بشه. همین که حالش بهتر شد باید کمکش کنیم برگرده پیش بچه هاش. اونا هم تنهان. اگه خودمونو شکار نکنه و لقمش نشیم شانس آوردیم. آخه اون خیلی گرسنه است. نگران نباشید، برای اینکه گرسنه نمونه من یه فکری دارم. بیاین. سلام خانم اجاق. سلام. شما برید سر میرزا رو گرم کنید، زود باشید. میخواد شما رو شکار کنم. ولی من سر قولم هستم. ما فراریت میدیم، نگران نباش. دستت درد نکنه میرزا. فعلا خداحافظ. به سلامت بابا جان، به سلامت برو بکارید. خداحافظ. کمکم میکنید از اینجا برم؟ سلام بازگرم خواهیم به حساب. آره هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. پس بهتره دست به کار بشیم. باید همینطور. آی میرزا جونم، میرزا از این طرف ما اینجاییم. میرزا ما اینجاییم میرزا. باز که پیداتون شد میگیرم اینجا کجا فرار کردین؟ خیال کردین؟ آره میندازم بهتون جلوی جغدا که یه لقمه چپتون بکنه. میگیرم بهتون. بیام بیرون اینم. بیام بیرون. کجا رفتین باز؟ کجا قایم شدین؟ محبت شما رو هرگز فراموش نمی کنم. نفهمیدم کی پاشو باز کرد؟ واسه میرم واسا تو دیگه کجا میری؟ برگرد برو همونجا. یالا کجا میری؟ سر صورت همه زخم میکنی برو کنار. برو دیگه. کجا؟ میرم که ای موشای لعنتی بازم که شما میگیرمتون. واسین کارتون دارم من. و خیلی
خوشحالم که خانم جغده دوباره تونسته پیش بچه‌هاش برگرده. آره ما هم خوشحالیم. امیدواریم که موفق باشیم.